وقتی که با نامزدم برای تفریح به پارک جنگلی رفته بودیم 5 نفر بهمون حمله کردن و به زور و کتک به من تجاوز کردن. اما اون لحظه سخت بود که بعد از تجاوز به من. سلام بر دوستان عزیز، به کانال کافه داستان خوش آمدید. من زهرا هستم، راوی داستان‌های خیانت و هوس‌آلود. در این کانال به دلیل رعایت حریم شخصی دوستان همه اسم‌ها مستعار است. اگر از کانال ما خوشتون اومد لطفاً با سابسکرایب و لایک از من و کانال حمایت کنید. من بیتا و میخوام امروز تلخ‌ترین اتفاق زندگیم رو براتون تعریف کنم. 21 سالمه و دانشجوی دانشگاه آزاد استان مرکزیم. توی دانشگاه عاشق نگاه‌ها و رفتار مهرزاد شدم و تا اونم بهم پیشنهاد داد سریع قبول کردم و رابطه دوستی ما شروع شد. مهرزاد پسر خوب و مهربونیه و از یه خانواده متوسط تهرانی، ولی من عراقی هستم و اینجا زندگی میکنم. چند وقتی از دوستیمون میگذشت که مهرزاد و خانوادش به خواستگاریم اومدن. من تحت قالی خونه بودم و پدر و مادرم منو خیلی دوست داشتن. پدر و مادرم خیلی از خانواده مهرزاد خوششون اومد و پدرم گفت پسر خوب و سالمی به نظر میرسه. اگه واقعا دوستش داری ما هم موافقیم و خیلی زود مراسم جشن نامزدیمون رو گرفتیم. هیچ وقت فکر نمی کردم با این همه تفاهم و عشقی که بینمونه اتفاقی بیفته که از هم جدا بشیم. یه روز که خیلی حوصله‌ام سر رفته بود زنگ زدم به مهرزاد نامزدم و گفتم بیا بریم یه دوری بزنیم. مهرزادم سریع خودش رو رسوند و منم چای و میوه برداشتم و گفتم بریم پارک جنگلی. به سمت پارک جنگلی حرکت کردیم. حدود ساعت 5:30 بود رسیدیم و بساط چای و میوه رو پهن کردیم که 2 موتور سوار وارد پارک جنگلی شدن و هی نزدیک ما می شدن و انگار می خواستن احساس رعب و وحشت برای ما ایجاد کنن که اعصاب مهرزاد خورد شد و گفت جمع کنیم بریم، اینجا جای نشستن نیست. با وجود اینجور آدم‌های عوضی اصلا موندن ما به صلاح نیست. سری بلند شدیم و وسایل رو جمع کردیم. گذاشتیم توی ماشین که یک دفعه اون موتور سوارا که 5 نفر بودن به سمت ما حمله کردن و دستامون رو با بست کمربندی بستن و دهن مهرزاد رو با پارچه‌ای که از صندوق پیدا کردن محکم بستن و چند نفری شروع کردن به زدن مهرزاد. خیلی ترسیده بودم و تمام بدنم میلرزید. نمیدونستم قراره چه اتفاقی برامون بیفته که اون بی‌شرفا به من حمله کردن و به زور و کتک لباسامو در آوردن و هر 5 نفرشون به طور وحشیانه‌ای بهم تجاوز کردن. تمام بدنم درد میکرد و پر از خون بود که یک دفعه و در کمال ناباوری اون وحشیا به سمت نامزدم رفتن و لباساری اونم در آوردن و بهش تجاوز کردن. نمیخواستم چنین صحنه ای رو ببینم و فقط توی تاریکی به سختی پلاک‌های موتور رو حفظ میکردم. ساعتها به این رفتار کثیف و وحشیانه‌شون ادامه دادن و ساعت حدود 11:30 ما رو در اون حالت رها کردن و فرار کردن. نزدیک 5 صبح بود که عده‌ای برای پیاده‌روی و ورزش اومده بودن پارک جنگلی و ما رو در اون حالت پیدا کردن و سریع به پلیس خبر دادن. در چند روز اول حال روحی من و مهرزاد خیلی بد بود و اصلا نمیتونستیم صحبت کنیم. بعد از چند روز من با دادن پلاک اون 2 موتور به پلیس، اونا در کمتر از 48 ساعت اون بی‌شرف‌ها رو
دستگیر کردند. به دستور دادگاه و در آزمایش‌های پزشکی قانونی تجاوز و ضرب و شتم به من و نامزدم مهرس شد و هر 5 نفر به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. اما چه فایده؟ من و مهرزاد از هم جدا شدیم و مهرزاد به علت فشارهای شدید روحی دچار مشکلات و حملات شدید روانی شد و باید ماه‌ها در تیمارستان بستری باشه و منم چند بار دست به خودکشی زدم. یه بار خودم رو حلق‌آویز کردم، یه بارم قرص خوردم که هر 2 بار خانواده‌ام منو نجات دادن و نذاشتن به این زندگی پر عذابم پایان بدم. در اسفند ماه همان سال حکم هر 5 نفر که اعدام در ملأ عام بود اجرا شد و اون عوضی‌ها اعدام شدن.